رسول الله صلی الله علیه و آله یه روز دید 2 چیز بلند کرد در نظر مردان و صحابه. در یک دستش طلا بود، در یک دستش حریر، ابریشم، پارچه. بلند کرد گفت ای مردان و ای نران امت من، اینو میبینید طلاست، اینو میبینید حریره. این 2 چیز بر نران و مردان امت من حرامه، مال زن هاست. ولی امروز میبینید که مسلمان هم طلا پوشیده هم لباس حریر پوشیده. خیلی عجیبه. علت میدونی چرا حرام شده؟ از مرد خشونت طلبیده شده. مرد باید خشن باشه و مرد کامل نیاز به زینت نداره. طلا جزء زینت زن، با طلا خودشو تزیین بکنه و خودشو زینت بده برای مردش تا تونه مرد جذاب شه. ولی اگر مرد بیاد طلا بپوشه خیلی زشت‌تر میشه. متوجه شدی؟ اگر راست میگه پس 3 تا 4 تا انگشتر اینجا بپوشه، یک دنبل 2 تا گوشواره هم گوشش بکنه، الانگام دستش بکنه، این فرقش بدنش چیه؟ اطباء گفتن که طلا برای مرد رو مسائل ژنتیکی مردم تاثیر گذاشته. از آقای دکتر بپرسید، من دیگه میدونم. حتی اطباء گفتن و اهل علم گفتن، امروزه طب ثابت کرده که طلا رو مسائل ژنتیکی مردم چه تاثیر داره. از نظر مسائل ژنتیکیش هم مشکل براش درست میکنه. و پارچه حریر از مرد خشونت درست شده، یعنی طلبیده شده. خیلی زشت مرد بیاد حریر رو پوشه، لباسش و بدنش موج بزنه و نرم باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر مردی که خودش شبیه زن بکنه لعنت خدا و ملائکه و بندگان خدا بر او باد، و هر زنی که خودش شبیه مرد بکنه بازم لعنت خدا بر او باد. چی میگه الان؟ طلا مال زنه، حریر مال زنه، آرایش مال زنه، صداشو باریک کردن مال زنه، نرم صحبت کردن مال زنه. اگر مردی چه در صدا، کیفیت صدا، چه در راه رفتن، چه در لباس پوشیدن، چه در طلا، چه در لباس از مرد تقلید بکنه و چه در موی سرش خودش شبیه مرد بکنه، این تخنث بهش میگن، مخنثه. و نهایتا چه؟ لعنت خدا و رسول خدا بر اونه. فرق نمیکنه چه زن چه مرد. این 20 نفری که داری میبینید اینطوری مثل دخترن، اینها پسرن که خودشونو به شکل دختر در آوردن، شذوذ جنسی دارن، تخنث دارن، از درون شکست خوردن. میگه وقتی این به من گفت من همونجا مات شدم که چطوری جنس مرد اینقدر پست باشه که اینطوری خودشو، اون خشونتش. تو باور میکنی که بعضی از پسرها امروز ابروشونم بند میزنن، ابروشون. بعضی از جوانها حتی موی پاشونم چه پماد میزنن که یک سری مواد هست میزنن که موی پا و مردانگیشون رو برطرف بکنن. تعجب میکنه آدم که چطوری اینها مردن، اینطوری مردانگیشونو. و بعضی دخترها هم اصلا خودشونو به شکل پسر در آوردن. هر 2 تا جنس لعنت شدن و بر اونها نفرین شده. مرد باید مرد باشه و زن باید زن باشه. جنس اون طوری دیگره، جنس مرد طوری دیگره. خیلی زشت مرد طلا دستش بکنه، طلا گردنش بکنه. خیلی از جوانای ما گردنش طلا کرده، یقه‌شو باز کرده که چه گردنش کرده؟ صلیب، داس و تبر گردنش کرده. تو صف نماز هم ایستاده مسکین، یقه‌ش باز، طلا گردنش، صلیب هم گردنشه، دست رو سینه هم گذاشته نماز میخونه، صلیب هم تو گردنشه. بابا اینا نمیفهمن، یادشون بدی، گناه دارن. اگر یادشون ندی تو گناهکاری. اگر میفهمید با همون صلیبش تو صف نماز نمی ایستاد. ولی کسی نیست که بهشون بگه. قسمت بعدی سوال، آیا کسی که طلا دستش باشه مردی نماز بخونه نمازش درسته؟ نمازش درسته، چون چیز نجس نیست، کراهت داره اما نمازش درست شده. از گردنش ادا شده ولی ثوابی براش نداره. ادا شدن نماز چیز دیگه است، قبول شدن نماز چیز دیگه است. سوال اول. سوال دوم،
سوال اول همین سوالی که جواب دادم. سوال دوم درباره زنهایی که در کوچه ها می نشینن. بله این یک حرکت زشتیه. خیلی از زنها رو پله می نشینن بعد از نماز عصر، 5 نفر 10 نفر، از رو هم نمیرن. مردی میخواد تو کوچه رد بشه خجالت میکشه، از هر طرف میره دختر و زن دم در نشستن، چادرشون نازک بالای سرشون گذاشتن، رو گردنشون قهقه دارن میزنن، خنده، شوخی، جوک، مسخره دم در. هر مرد هم رد بشه یه جوکی میپرونن، یه مطلقی میپرونن، اینجا چطوریه اینجا چطوریه. من نمیدونم مردا کجا رفتن. اگر مردانگی به سبیل و بازوی کلفت و نهیبه و صدای کلفت، دیگه بر مردانگی سلام. صلوات نگفتم، گفتم بر مردانگی سلام. اجماعاً یک صلوات. چرا خواهرای ما بعد از عصر تا غروب دم در میشینن؟ چون که کلاس ندارن، چون براشون کلاس نگذاشتیم، چون وقتشون رو پر نکردیم. فردا خواهرها بعد از نماز عصر کسی دم در نمیشینه، چون سر ساعت 5 براشون سخنرانی هست و این مسائل همه رو در رو براشون میگم. اگر شما جلو زنهاتون بگیری به جایی که دم در بنشینن، هر 5 نفر 10 نفر امروز خانه شما میام داخل صحبت دینی میکنیم، داخل خانه بنشینن. هر روز تو خانه یکی از همسایه‌ها 10 تا زن همسایه برن پیش فلانی، امروز پیش شما یه چای و قهوه و حلوا آماده بکنه، فردا میام پیش شما. سخنرانی بلد نیستن، یه نوار یک عالمی بذارن اونجا چه گوش بدن. 400 تا نوار آقای زئی هست، از شماره 1 شروع بکنن تا شماره 400ش. تو 400 خانه ناکو چی میشه؟ ولی چون بیکارن وقت همینطوری باید تلف بشه، دم در، تو بازار، تو طلا-فروشی. غریبتر از این بشنوی، خیلی از زنهای مسلمان میره تو طلا-فروشی، مردک سرحدی غریب تهرانی و تبریزی تو طلا-فروشی. خب وقتی میخواد انگشتر انتخاب بکنه، نه مرد که همراه زنش نمیره، برو خودت طلا بخر، من حوصله ندارم، برو خودت. اگر همراهش بره این کارا صورت نمیگیره. تو طلا-فروشی که میره، خب میخواد که انگشترش در بیاره، انگوش در بیاره، در نمیاد، چسبون شده به دستش، میخواد درش بیاره یکی دیگه جاش بکنه، بعد نمیتونه در بیاره. بارها شده، به من گزارش داده شده، به طلا-فروش میگه امین تو درش بیار. میدونی معنی تو درش بیار انگشتر یعنی چی؟ یعنی مرد نامحرم طلا-فروشی چشمچران اینطوری دست ناموس انسان میگیره، طلا رو از درش در میاره، یه پودری داره میزنه، نرمش میکنه، درش میاره. مرد کجاست؟ تو خانه. اینا همش درده. کسی که تو جامعه هست این مشکلات بهش میرسه. این حرفا همه خبر ندارن. شاید شما تعجب بکنید اینطوریه، سوال بکنید، اگر از آنها سوال بکنید. بله خواهش میکنم از برادرها و خواهرها رعایت بکنن، دیگه در کوچه ننشینن. به ناموستون بگی در